به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت مخاطبان حق طلب علیواره. در این اپیزود فرازی از نهج البلاغه رو با هم مطالعه می کنیم که مولا علی خلقت انسان و حکمت جهان آفرین از این خلقت رو با کلامی شیوا و هنرمندانه برای ما شرح دادن. لطفاً گزینه دنبال کردن و زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید و با لایک و کامنت در این مسیر همراه ما باشید. در این خطابه مولا به وجود امام و راهنما در هر زمان اشاره کردند. انسان در هیچ زمانی از راهنمایی پیشوایان الهی بی نیاز نیست. داستان زندگی حضرت آدم سراسر حکمت و عبرته. تصور کنید آدم ابوالبشر که مستقیما کلام خدا رو استماع کرد و در پرستشگاه فرشتگان چشم به جهان گشود و بهشت برین رو از نزدیک مشاهده کرد، از فریب شیطان ایمن نبود. وای بر ما که فرزندان آخرالزمانیم. تنها راه نجات رابطه آگاهانه با خدا و پیروی از پیامبران و ائمه اطهاره. تنها بندگان خاص خدا از شر شیطان در امانن و کشتی نجات عبودیت و بندگیه. سخن رو کوتاه میکنم و از شما دعوت میکنم این خطابه شیوا رو نوش کنید. جان خیش را در او بدمید و به او مقام انسانیت بخشید. هنگامی که دست آفرینش با مشتی خاک و اندکی آب صورت بدیع آدم را ترسیم فرمود، جان خیش را در کالبد او بدمید تا به خود بجنبید و به خود بیندیشید. سرشتی شگفت‌انگیز از کارگاه خلقت به صورت انسان به در آمد که با عواطف مختلف و احساسات ناسازش زشت‌ترین و زیباترین و پاکترین و ناپاکترین موجودات باشد و بر عوامل طبیعت پیروز گردد. تا این موقع فرشتگان که در نور و نعمت بهشت آشیان داشتند خیش را اشرف مخلوقات می شناختند و آفرینش را با وجود خود کامل و تمام می دانستند. پیکر خاکالود آدم در صومعه ملکوت اعلی نهاده شد و پروردگار متعال فرمان داد که آن پیشانی های روشن و فروزان در برابر این عنصر تیره و افسرده به علامت سجود فرود آید و فرشتگان سپید پوش و پاک دامن موجودی سیاه رنگ و سیه بخت را در قبله عبادت خود قرار دهند. اهریمن خیر سردهان به ناهنجار گشود و سر ناسازگاری در پیش گرفت. خداوندا، آیا چه مصلحت است که نور در امواج ظلمت نابود گردد و آتش سوزان به خاک افسرده احترام گذارد؟ ولی آدم سر برداشت و در پرستشگاه فرشتگان لب به سخن باز کرد و حدیث عشق و فضیلت به میان آورد. نام دلبر باز گفت و راز دلبری ابراز داشت. در این موقع فرشتگان به حکمت جهان آفرین تسلیم شدند و آدم را با طبیعت مرموزی بشناختند. ولی اهریمن از پیشگاه قدس و قرب الهی مطرود شد و به لعنت جاوید کیفر گردید. در باغ بهشت خانه کن و همسر خیش را به آغوش گیر و به افسون شیطان گوش مکن و اندیشه های ناروا در مغز خود روا مدار. دست بدین درخت میاویز و از میوه آن شیرین کام مباش، چون بیم آن است که آشفته و فریفته گردی. اما چه زود که عنصر بشری سر ناسازگاری گرفت و بدین نتیجه رسید که از حریم کبریا رانده و به دوری بهشت زیبا و دلارای خداوند دچار شد. جهان پدید آمد و جهانیان پدید آمدند. نسل آدم فزونی یافت و خانواده ها تشکیل شدند. آهسته آهسته نژادها و خونها رنگی ویژه گرفت و نشانی ویژه بر خود بست. دوره وحدت به سر رسید و پیوند یگانگی و اتفاق از هم بگسست.
عهدها بشکستند و رشته وفا بدریدند. قهر به جای مهر قرار گرفت و در صلح و فضای آسوده آشتی و آشنایی غریو جنگ در افتاد. غریزه شهوت خواستنی ها بخواست و احساسات مخوف غضب بر ضد دوستی و مهربانی همچون جهنم زبانه زد و شعله کشید. مصلحت این بود که در ظلماتی بدین خیرگی و انبوه مشعلی آسمانی بدرخشد و چراغ هدایت فراراه گمشدگان قرار گیرد. لذا پیامبران پاک برانگیخته شدند و آیین انسانیت تدوین کردند و قانون اجتماع بنوشتند. اینان بر اسرار ابدیت امانت داشتند و در میان امت امامت یافتند و با خویهای اهریمنی و اندیشه های دوزخی اقوام به مبارزه و جهاد پرداختند و تا آنجا به فداکاری و جانفشانی ادامه دادند که خداوند را از خود خرسند و بندگان خدای را به معالم حق و حقیقت آشنا ساختند. چه نامرد مردمی بودند آنان که از راهبری و راهنمونی پیشوایان خیش سود نبردند و نعمت خدای را از یاد بستردند. نابخردان همچنان در تیرگی جهل بماندند و با گذشت روزگار و سیر تاریخ عاقبت ره به سرمنزل مقصود نیافتند. هرگز روی زمین از وجود آیتی آسمانی خالی نباشد و رهروان انسانیت یک لحظه از راهنمایی جانی پاکتر و فکری روشنتر و چشمی دوربینتر بی نیاز نمانند. شاید شمار اینان بسیار اندک آید ولی نیرویشان هرگز شکست نپذیرد. آن جان مجسم و نفس کامل که به راهبری ملت‌ها و نژادها بر پای خیزد، در انجام وظیفه دشوارش رنج‌ها برد و سختی‌ها کشد. وی را دروغگو و خودخواه و نامجو خوانند و بر دامن پاکش سیل تهمت‌ها فرو ریزند. اما این تهمت‌ها و تکذیب‌ها بیهوده ماند، زیرا نه به آن سود رساند و نه به این زیان آورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دوستان، در هر زمانه ای آیتی آسمانی هدایتگر بشره، اما متاسفانه بشر ناسپاس قدر این آیات نورانی رو نمیدونه و از هدایت سر باز میزنه. اسلام دین آزادی و آزادگی بشره، اما انسان سخت کفرکیش و ناسپاس است. شاید یکی از این بندگان خاص خدا در همسایگی ما باشه. شاید هر روز میبینیمش، اما تا لیاقت پیروی نداشته باشیم از نعمت امامت بی بهره خواهیم بود. مولا صاحب الزمان در هر زمانی حضور داره، اما ایراد از مسلمانی ماست که خداوند ما رو از برکت حضورشون بی بهره کرده. نسل‌ها باید توبه کنن تا خداوند رخصت ظهور امام رو به ما عطا کنه. خداوندا ما رو از پیروان حقیقی حق و عدالت قرار ده. لیاقت پیروی مولا رو به ما عطا کن. خداوندا فهم کلام مولا علی رو برای ما میسر کن و چشم ما رو به دیدار خلف صالح مولا و مادر فاطمه زهرا روشن کن. عزیزان، سیره پاک اهل بیت و کلام خدا در اختیار ماست. اگر قدر این نعمات بهشتی رو بدونیم، خداوند رخصت ظهور امام عصر رو خواهد داد. منتظر ظهور بودن یعنی مسلمانی و پیروی حقیقی از سیره اهل بیت. نهج البلاغه مولا علی رو زنده نگه داشته. کلام مولا در اختیار ماست اگر قدر بدونیم. صحیفه سجادی اعجازی در کلام و شیواترین سبک نیایش و راهی به سوی آسمانه. اگر ما قدردان نعمت باشیم، خداوند نعمت رو افزون میکنه.
امیدوارم علیوار ما رو با کلام مولا مأنوس کنه و هر نفر یه نهج البلاغه تهیه کنیم و روزمون رو با کلام مولا نورانی کنیم. لطفاً علیواره رو دنبال کنید و این پیام رو به گوش خلق برسونید. فردا روشن است اگر چراغ اندیشه روشن شود. یا علی.